یک جوان عرب یکی از کتاب‌های شیخ خالد است مطالعه کرد. جوان عرب پول برداشت به جیبش، حرکت کرد به یکی از کشورهایی که خیلی آزاد است در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان جوان است، حرکت کرد آمد به یکی از کشورهای غربی که همه چیز آزاد بود. شروع کرد به فحشا و گناه و معصیت. از مکه آمده، از مدینه آمده به یکی از کشورهای غربی، کشورهای کفری، شروع کرد به شراب، به معصیت، به نافرمانی الله. خودش قصه میکنه، داستان میگه هر گناهی که بود انجامش دادم، پولم زیاد داشتم، عرب امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پولم دارم، مسلمانم است. گفت آمدم شروع کردم به گناه و معصیت، هر گناهی که خوشم آمد انجام دادم. عزیز من، گناه تاوان دنیا هم داره، تاوان آخرت هم داره. هر گناه که کردی آماده باش چندین تاوان باید بپردازی. میگه آمدم هر گناه و معصیتی که بود انجام دادم. یکی از روزها رفتم به خانه. الله جوان دوست داره دیگه، نه؟ نماز جوانم دوست داره، گریه جوانم دوست داره، زاری جوانم دوست داره، فقیری جوانم دوست داره. چند تا داستان جالب امروز براتون از جوان‌ها میگم، خوب گوش کنید. جوان میگه دوباره برگشتم داخل خانه، تلویزیون را روشن کردم، یک کانال را گذاشتم، کانال را تبدیل میکردم که کانال مستهجن بیاید، یک کانال بیاید که شهوت مرا تحریک بکنه. خودم هم نشه بودم، هنوز سکر در وجودم بود. میگم من کانال تبدیل میکردم در تلویزیون توسط ریموتش، یک کانال، دو کانال، کانال سوم تبدیل کردم، دیدم که مکه هست، خانه الله بلند جل جلاله، مکه خانه الله هست. میگه یک لحظه، چند لحظه صبر کردم ببینیم چه اتفاق افتاده، چی شده. کعبه رو نشان دادن. گفت یک بار دیدم که قاری عبدالرحمن سدیس دستانش بلند است به طرف آسمان، میلیون ها مسلمان در اطرافش دستا را بلند میکنن. میگه در بین از اینا نشان میداد کامره که هندی بود، پاکستانی بود، بنگلادیشی بود، افغانی بود، از هر کشور، سیاه و سفید، همه دستایشان یک قسم به طرف خدا بلند بود. همشان اشک میریختن، همه گریه میکردن. یک بار به خود آمدم، گفتم ای عرب، تو از کجا آمدی؟ تو کجا را ترک کردی؟ میخوای چی کار کنی؟ تو خانه الله، خانه ربت را ترک کردی، مدینه الرسول، خانه نبیت را ترک کردی. تو آمدی به خاطر معصیت. هندوستانی میره به خانه ربت اونجا دعا میکنه، بنگلادیشی میره اونجا دعا میکنه. میگه زوم کردم، این صحبت شروع، گریه میکرد قاری عبدالرحمن سدیس در داعش. این جوانم دستا را بلند کرد در میجه، به بهانه میدهندت، به بهانه میدهندت. الله به خدا قسم بدخواه نیست که بنده اش به جهنم بسوزد. هرگز نمیخواهد امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به جهنم بسوزد، چون ما را برای جهنم خلق نکرده، برای خودش خلق کرده است. خلقت الاشیاء کلها لاجلک، ای بندگان من، کل کائنات، کل خلائق، نعمتها، آسمان، زمین، آفتاب، آبشار، گلستان، باغها، سبزیجات، میوه‌جات، بلبل، حیوانات، همه برای تو خلق شده و تو برای من. تو باید برای من سجده کنی. از آواز بلبل لذت ببر، چشمت از سبزیجات و گلستان لذت ببرد، از زنای زیبا صورتی که از راه حلال به دستش آوردی لذت ببر، از میوه ها بخور لذت ببر، شکرش را بجا بکن، از مسیر حلال باشد. ولی بنده هم فقط سجده کن. جوان فقط سجده کن. جوان فقط خواست الله که کریم است و او بزرگ است، شکرگزاری نعمتش را بکن. هر آنچه استفاده میکنی استفاده بکن. این هم کافی نیست برای تو جنت را خلق کردیم، این هم کافی نیست دیدار من برای تو. این جوان میگه استغفر الله، بی که خود را بر میدارد، میگه خدایا اشتباه کرده، پروردگارا غلط کرده. دوباره برمیگردد به همان جا، توبه میکند و میرود وارد مدرسه میشود، به درس مصروف است فعلا. عزیز دل، عزیز گرامی، توبه بکن.
توبه عملی. ما خب بار بار گفتیم خدای توبه استغفر الله نمی کنم. توبه عملی، توبه عملی همی است عملا دیگر انجام ندی، عملا دیگر توبه بکن. همین الان اگر میتوانی، اگر همین الان نمیتونی، از اینجا که بیرون شدی گوشی خود را از جیب خود بیرون بکن، تمام فیلم ها و موسیقی هایی که داخل گوشیت است همیشه شفت دلت بکن. توبه عملی همی را میگم. با پابجی خداحافظی، با لدو خداحافظی.